خسته شدم انقدر گفتم امروز، حواست هست؟ خسته شدم از اینکه انقدر گفتم امروز. میخوام یه چیز جدید بگم آجی. میخوام این سری بگم که امروز قراره 24 ساعت آب نخوریم. نظرتون همین اول کار راجع به چالش چیه؟ خوابم میاد. نگاه کن اینجا خوابش میاد. راست میگه بدبخت. تو نظرت چیه؟ تو برو گم شو تو طبیعت، نظری نداری. برو قراره که تا جایی که میتونیم دوستان آب نخوریم. از الان هر چقدر که میتونیم آب میخوریم و بریم واسه ویدیو دیگه. بس این چرت و پرت. آقا از الان هر چقدر میخوای آب بخور. صبحونه رو که خوردیم با کلی چالش‌های بسیار تشنگی آور قراره که دیگه آب نخوریم. این اولین و آخرین آبیه که میخوری. ایول چه قورتی میاد. صدا قورت بیا جلو. سپه کو اینو بهش گفتم. من برم سپه ناراحت شد. بچه همونجور که دیدید ما 3 نفرمون آب خوردیم. الان عموپویه داره زحمت میکشه واسه ما صبحونه رو ردیف میکنه. ولی خب دهنمون دیگه فکر کنم الان باید تخم‌مرغ رو بخوریم دیگه. هیچ آبی نمیتونیم بخوریم. تخم‌مرغ دیگه چیزی دیگه. آب تعطیله. 3 وعده داریم. اگر 24 ساعت باشه ما تدارک 4 وعده داریم، یعنی تا صبحونه فردا رو میتونیم دووم بیاریم. 3 تا بعد 4 تا وعده داریم. میگیم 4 تا وعده. 4 تا وعده داریم که خود وعده ها اصلا تو مثلا میتونی با غذا آب نخوری؟ نه. خود وعده آدمو تشنه میکنه. اصلا چیکار میکنه؟ خب آقا ما داریم بساط صبحونه رو حاضر میکنیم برای چیز، ولی این قسمت ویدیو چون زیاد طول میکشه تندش میکنیم که شما حوصله‌تون سر نره دیگه. خیلی بیمزه. حالتی کنتر شد سفید. آقا ما بریم اینا رو اوکی کنیم برگردیم. خب بچه ما داریم صبحونه رو حاضر میکنیم. اولین وعده بدون آبمون که بچوقیم و عشق کنیم. بعدش هم میریم واسه چالش هایی که برای بچه ها دارن. البته واسه خودم هم همینجور دیگه. من خودم هم تو چالشم. دهن خودم هم سرویسه. آی فشمه خیلی. ولی خب از اون طرف گشنم هم هست. نون لواش هم واقعا کبیر میکنه آدم ها. بعد ما همه وعدامون نون لواش 40 تا نون لواش گرفتیم. مغز نداریم راحت. ولی خدا وکیلی فکر نکنم بتونیم تا شب دووم بیاریم بخوریم. مثلا اینجوری که هم آب نداشته باشی هم غذا نداشته باشی به نظرم خیلی راحت تره تا اینکه غذا داشته باشی آب نداشته باشی. هی داره چون آب بدن رو میکشه دیگه. آب بدن چجوری میکشن؟ بیا آب بدن رو میکشن. باشه دوباره برو همون جایی که بودی. اینقدر بیمزه خوشم عبود اومد. چیه؟ چی بود؟ مورچه‌ای به نام زی. بچه ما صبحونه رو زدیم. الان میخواییم بریم بذاره در این منظره زیبا کمی چیل بکنیم. منظره رو تماشا کنید. آقا ما صبحونه رو زدیم. گل آفتاب گردونه. اصلا هم آب نخوردیم. من خودم به شخصه اصلا عادت ندارم بعد صبحونه بعد هر وعده غذایی وسطش حتی آب میخورم. چقدر آب اومده جلو. آقا اینجا ما یه جور پیدا کردیم. جاده رقهش میره زیر آب. آتلانتیس گم شده رو پیدا کردیم. آتلانتیس واقعا. میرم خونه اسارک. جاده اسارک. اوه چقدر خفنه. موج میزنه مثل دریا. وای چرا شرمک نمیشینه. کفش حاجی برو ببینیم تا کجا میری پویا. اونجا میشه شنا کرد قشنگ. یه حس ترساکی داره. میشه شنا کرد قشنگ. بگو شوک می‌آوردن به خدا. اوه نره پایین رو. اوه یارو بچه‌ها اینجا بهشته بهشت. واسه رفته شلوارکش عوض کنه بیاد اینقدر ذوق کرده. آقا ما اینجا یه ذره عشق و حال می‌کنیم و اینا. بعدش بر بچه‌ها چالش دارم. چالش سخت. چالش زیبایی آفتاب گرفتن در زیر ماه خورشید. آره ما یه ذره اشغال کنیم برمیگردیم. دوستان اومدیم با مسابقات المپیک. خوش اومدید ورزشکاران دلاور از خطه‌های مختلف که نمیخوام بگم از کجاها.
خطه های مختلف که نمیخوام بگم از کجاها. نه نباید بگم. بچه‌ها اینو بده نگاه کن. دورخیز میکنید از اینجا تا اینجا، از این خطه جلوتر نمیرید. دورخیزتون اینو با یک دست میگیرید، با یک دست پرتش میکنید تا همون جایی که میتونید. نفر اول و اولین ورزشکار از ایران. این ورزشکار خیلی خفنه. بیا برو گمشو بزن. خب ببینیم که چیکار میکنه حسین باران چشمه. ملقب به حسین خلال دندون. فکر یه چیز دیگه بگی. حسین خلال دندون دو دستی نمیتونی بگی. دورخیز میکنی تا اون چوبه پرت میکنی. یا حسین یا زهرا وردشو میخونه. حسین آماده است، میخواد دورخیز کنه، میره برای دورخیز دو دستی میگیره و دیسکالیفر میشه. قبول میکنیم ازش. دومین ورزشکار کسی نیست جز آقای سپر. مجاز دورخیز. آره دورخیز میکنی تا اون چوبه. اون چوبه رسیدی استاپ. نه دیگه از اونجا نره دیگه. دیگه چه خبره؟ با من یه بار دیگه بندازم. همه دو سه بار میندازیم. المپیکه ها. سپیتا دومیه انداخت. آره که هر سعی. من به باید درست بگیری. خب دو دور داره دیگه. دو دور داره. خب میرسیم به دوره دوم مسابقات. بابا الان من دوباره همونجا میندازم. خب این دفعه جلو ببین دستتو صاف کن. باید تیز ببین. یک آقا بریم. تمرکز. سوت نمیزنه داور. برو واسه انداختن دورخیز میکنه. حسین موفق میشه که رکورد قبلی خودشو با اختلاف بزنه. خب دلاور مردی رو داریم که از ترکستان میاد، ترکمنستان. بریم ببینیم که میخواد چیکار کنیم. یک مار دو سر تو این دارم. مار دو سر تو این هست. پهلوان بگو ببینم چه ماری تو این داری. بلنگو حیف نداریم. یه مار دو سر از برزیل آوردم که میره جانمازو بوس میکنه برمیگرده. بریم آقا. ورزشکار میشه یه نطقی داشته باشن قبل؟ نه برو گم شو بابا. اینجا کدیه. بابا این کورش میخوره زمین میره اونور. خیلی ازش بدم میاد. این سیاه چرده سفید پوست آماده میشه برای پرتاب دومش. میرینه. آماده برای پرتاب. میرینه. و پرتاب. او چه تو؟ انگار اگه تیز میرفت تا اون ته میرفت. تیز میزد داداش اون یه دقیقه اونجا رو بگی. باید یاد بگیریم تیز بزنیم. بس دیگه. بیاید عکسشو بگیر. رفت 4 سال دیگه المپیک. من ریدم تو این المپیک بود. خب آقا ساعت 3:18 است و هنوز هیچ کس آب نخورده. همه لبا خوش. الانم تو چادریم گرمه هوا. آقا چالش بعدی چالش کامه. کویر 2. هر کدوم باید کام بخوریم و دیگه اینجوریه. گوشم آدمو من دوست دارم. من خیلی دوست دارم. من اینا بچگی میخوردم. آفتاب مونده چالوسی شده. نرمه. برتقالیه. الان عرقای پیشونی من خوش میشه. حاجی چقدر داغه این تو حاجی. بچه خیلی گرمه. خیلی گرمه. چند ساعت آب نخوردیم؟ 10 11 12 1 2 3 داره میشه 4. تو آفتابا نزدیک 7 ساعت. اینجا کویری طوره. خیلی گرمه هوا. فکر کنم 45 درجه هست راحت. این تو 50 درجه. این تو واقعا این تو 50 هست. خب چه گامیه. نمیخواد گرمگیری کنی؟ آب هست. آب یخ هست. الان که فکر میکنم خیلی خوشمزه. میخوام پفکم بخور. حاجی من آب میخورم جدی. آب یخ هست. الان که فکر میکنم خیلی خوشمزه. میخوام پفکم بخور. تو میخوای گرمگیری کنی؟ آره حاجی من آب میخورم. تو میخوای گرمگیری کنی؟
آقا یه نفر گرانگیری میکنه. تو هستم. من که کلا هستم. من فعلا میخوام بمونم. نه از اول درد می‌خوری. بده دو. خیلی خوش رو کبیریه اینجا. اینا هم که اصلا آقا چالش بعدی هم به اتمام رسید. میرسه چالش نهار. خب بچه ساعت الان 1 رو به 5. اینو میگیریم. تمامه؟ تمام شد کلا؟ 1 رو به 5. از ساعت چند تو چالشیم؟ 9 یا 10؟ حاجی خیلی تشنمه. واقعا تشنمه. زبونمو هر کوهی بگی خوردیم. آفتاب و اینجا رو بده به بچه‌ها. من سوخته الان نگاه کن دیگه. اصلا از اینجا معلومه آفتاب بچه‌ها داغ هست یا نه. گرمه. ببین واقعا گرمه. واقعا ببین لایک و ساب یادت نره وگرنه ببین مجبورم می‌کنی اینو بزنم تو دوربین. واقعا داری مجبورم می‌کنی. لایک و ساب یادت نره. اون خراب بود انداخته میشه. اون برای بچه‌های طبیعت زنبورا و مگسا. بابا داداش انداختم واسه اونجا سلطان. آره آقا ما بریم ناهار رو بزنیم بعدش ببینیم چی میشه دیگه. فعلا که من باختم. این کوچولو باخته. زدم. خب آقا ما داریم ناهار رو میزنیم و یه نفر این وسطا گفته که دیگه نمیتونه دووم بیاره. گرم تایی شدید بسید. ساعت چنده؟ چای دنبال من. آقا نمک همین الان بکن 5:20. همین الان 5:24. همین الان از چالش استعفا میدم. دهن خودم سرویس کردم. هیچی هم بهمون نرسید. میگه هیچی به اون نرسید. تقوا و صبرمون چقدر بالاه. یاد بگیر. درسه جلوی چه نامنظم. مرتلی اسمش. بابا زدی ها. چشات قرمز شد. اون اومد تو چشات جمع شد اصلا. بهترین آب جهان الان براش. آب جهان. منم که فعلا هستم دوستان. میخوام دیگه همه انصراف دادن دیگه. بس منم میتونم هر موقع بخوام. میخوام ناهار رو بزنم ولی شاید منم دیگه حوصله‌ام سر رفت انصراف دادم و ویدیو رو دیگه بیشتر از این طولانیش نکنیم. دوستان منم میخوام چالش رو تمام کنم دیگه. برنده شدم دیگه میتونم تمامش کنم. و الان چند ساعت 6. از ساعت 9 تا ساعت 6 تونستم دووم میارم. و الان این آب خوشمزه ترین آب جهان رو بکنم. یخه. ببین عشق کردم. عشقی بود آبه. سعی کنید همیشه آب بخورید.